دوستان عزیزم سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه. امیدوارم که آموزش ها رو دیده باشید، استفاده کرده باشید، تمریناتتون رو انجام داده باشید و آماده قبراق و سرحال باشید برای اینکه آموزش جلسه 4 رو با هم شروع بکنیم. خب ما در مورد جیومتری ها اومدیم اینجا، استاندارد پارامترها رو گفتیم، حالا اکستند پارامترها رو میخوایم بگیم. اینجا توی استاندارد پارامترها باکس رو گفتیم، کام رو گفتیم، اسفیر رو گفتیم، جیو اسفیر رو گفتیم، سیلند، تیوب، تراس، پایرامید و تیپاد، پلین و تکس پلاس. حالا اینجا توی اکستند پارامترها یک گزینه‌ای داریم به اسم هدرا. حالا من اینو یه مقداری بزرگترش میکنم که راحت‌تر بتونیم پارامتراشو اونجا مشاهده بکنیم. خب ترسیم این به چه شکله؟ به شکل یک کره یا همون اسفیر خودمون. این رو ایجاد میکنیم. خب در حالت اول به صورت پیش‌فرض این هست. خب دو تا هرم روی هم دیگه قرار گرفتن و میتونیم از اینجا بیایم مثلا حالت کاپ رو روش در واقع انجام بدیم، یا اکتا، مثلا حالتهای مختلف رو اینجا داره، ستاره و شکلهای دیگه. حالا من مثلا این استار یک رو انتخاب میکنم و میام اینجا ببین پارامتراشو تغییر میدم. خب میتونیم شکل‌های مختلفی رو ازش در بیاریم بیرون. ببینید من اینو مثلا میام اینجا یه مقداری میدمش بیرون. از پارامتراش میتونیم استفاده کنیم و حالا ساختار اون رو تغییر بدیم. خب این هدرا. میریم گزینه بعدی، تروس نوت هست. چی انجام میده برامون؟ یه سری مارپیچ هست. ببینید یه سری مارپیچ هست که در 2 مرحله ترسیمش انجام میشه. بذار من زد رو بزنم و این رو حذف کنم، دلیت. مجددا میام اینو انتخاب میکنم، کلیک اول رو میدم، میکشم و رها میکنم. حالا برای ضخامت اون دوباره میتونیم، در واقع دیگه من روی موس کلیک نکردم، فقط با بالا پایین کردن موس میتونیم ضخامتش رو تغییر بدیم. خب این یه حالتهای دکوری یا میتونه حتی مثلا از این لوسترهای جدید باشه با فرمت‌های مختلف که میتونیم ازشون استفاده بکنیم که این هم قابلیت تغییر پارامتر رو داره. مثلا من میام این حالتش رو سیرکل میکنم، یک دایره برای من ترسیم میکنه، ولی حالت در واقع نوت اینجوری هست. حالا میام رادیوسش رو تغییر میدم. ببینید شعاعش برای من تغییر میکنه. سگمنتاشو میتونیم افزایش بدیم یا میتونیم کمش بکنیم، زیادش بکنیم. قوس اون حالتهایی در واقع کروش بیشتر میشه. یه حالت پی و کیو داره. ببینید اگر این رو تغییر بدیم فرم اون تغییر پیدا میکنه. میبینید بچه‌ها میتونیم از حالتهای مختلف این استفاده بکنیم. حالت کیو هم به این شکله. خب من رو همین حالت میذارمش. ببینید یک همچین حالتی، مثلا مثل یه لوستری که توی اون یه سری نور قرار گرفته و گزینه چمفر باکس رو فعال میکنم. چمفر باکس چه کار میکنه؟ در واقع میاد در من یک باکسی رو ترسیم میکنه. خب این در وهله اول مثل همون باکسیه که ما داشتیم، اما موقعی که آخرین کلیک رو انجام میدی، موقعی که قراره که موس رو حرکت بدی، گوشه های اون رو برای من پخت میکنه یا یک حالت چمفر بهش میده. بچه ما در حالت عادی هیچ چیزی در واقع حجمه که تیز باشه دور اون نداریم. حتی مثلا کابینت رو شما دیدید، اگر به لبه های اون دست بزنید یک گردی مثلا 1 میلیمتری پخی حالت نیم دایره روش وجود داره. اگر تیز باشه قطعا دست ما رو میبره. این حالت چمفر رو همه در واقع احجام دارن. احجامی که حالا مثلا 90 درجه و به این شکل هستن دارن. ما اگر بخوایم یک حالت خوبی رو توی رندرمون خروجی بگیریم، باید تمامی فرم‌های خودمون رو، مثلا میز، صندلی، هر چیزی که طراحی و مدل سازی میکنیم، یه حالت چمفر خیلی کوچیکی بهش نسبت بدیم. حالا ما در حالت باکس این رو نداریم. ببینید ما حالت باکس این اتفاق نمیفته. خیلی گوشه ها تیزه. ما یه همچین گوشه تیزی در واقعیت نداریم دیگه. ما معمولا این چمفر خیلی ریزی داریم. خب این چمفر باکس این قابلیت رو به ما میده که بتونیم از یک باکس هایی با یه چمفر ریز استفاده بکنیم و به درد ما خیلی میخوره.
خب شی بعدی ما در واقع یک سیرکلی هست که چنفر میخوره. خب این سیلندرمون رو ترسیم میکنیم. بازم در مرحله بعدی موقعی که کلیک آخر رو میکنیم یه چنفری به ما میده. خب میتونیم این هم تغییرش بدیم بچه‌ها. ببینید ما میتونیم مثلا تعداد سگمنت های اون رو تغییر بدیم. ببینید مثلا اون چنفری که بهش میدیم میتونیم حالت های سگمنتش رو کم یا زیاد بکنیم که گردتر باشه یا خیلی گرد نباشه. که اینم میتونیم وارد مودیفای اون بشیم و اینجا پارامترهای خودش رو مشخص کرده که کامل براتون در جلسه گذشته توضیح دادیم. خب برمیگردیم اینجا اویل تانک هست، در واقع یک تانک روغن. خب میبینید همینجوری که مشخصه با کلیک اول ما یه حالت سفینه فضایی داریم، بعدش میایم اینجا ارتفاع رو ترسیم میکنیم و در کلیک آخر ببینید یه حالت گردی برای لبه هاش در نظر میگیره، یه حالت تانکی. خب گزینه بعدی گزینه کپسول هست. بچه کپسول هم به همین شکله، ببینید میاد یک کره یا یک اسفیر رو برای ما ترسیم میکنه، یک ارتفاعی بهش میده. دو تا با دو تا کلیک این رو ما ترسیم میکنیم. خب اینجا میتونیم پارامتراش رو تغییر بدیم و اون حالتهای اونو حالا مثلا گردترش کنیم یا بلندتر و درازتر بشه. ارتفاعش هم میتونیم اینجا تغییر بدیم، تعداد سایت هاش هم میتونیم اینجا تغییر بدیم. خب گزینه بعدی گزینه اسپیندل هست که بازم میتونیم یک استوانه رو اینجا ترسیم بکنیم و بیایم این مقداری اون رو از شعاع اون در واقع خمش کنیم. ببینید یه حالت اینجوری برای ما ایجاد میشه، یه حالت منشور دو وجهی دیگه تقریبا برای ما ایجاد میشه. گزینه بعدی LX هست. چه کار میکنه برای ما؟ در حالت عادی بهش میگیم ناودونی دیگه، یه ناودونی برای ما ترسیم میکنه. خب ببین پارامترهای اون قابل تغییر هست. مثلا ما میتونیم طول یک وجهش رو و حالا طول وجه دیگهش رو تغییر بدیم، سایت های ارتفاعش رو تغییر بدیم. مثلا میتونیم یه طرفش ضخیم‌تر و یه طرفش حالا باریک‌تر باشه و اینجا میتونیم ارتفاعش رو کنترل بکنیم. حالا میتونیم اینجا تعداد سگمنت های هر اضلاعش هم اینجا کنترل بکنیم. خب بچه گزینه بعدی گزینه جنگون هست. چه کار میکنه؟ یک سیلندری برای ما ترسیم میکنه و حالا میتونیم تعداد سایت ها، رادیوس و ارتفاع اون رو کنترل بکنیم. گزینه بعدی گزینه ناودونی هست. حالا اینجا به صورت CX نوشته شده ولی همون ناودونی خودمونه. میتونیم اینو بیایم ترسیمش بکنیم و توی پارامتراش بازم قابلیت کنترل داره. همه اضلاع اون میتونیم اینجا کنترلشون بکنیم. خب گزینه بعدی رینگ ویو هست که میاد یک در واقع رینگی برای ما ترسیم میکنه که یک شکلی رو توی خودش داره. حالا یک شکل نامنظم هندسی هست که میتونیم این رو ترسیم بکنیم. بچه‌ها واقعا اینها قابلیت در واقع اجرایی برای ما نداره. ممکنه در رشته‌های مختلف، حالا بچه‌های الکترونیک هستن، بچه‌های مکانیک هستن، بچه‌های برق هستن، شاید برای اونها کاربرد داشته باشه، ولی ما اگر به مرحله‌ای برسیم، یعنی در جلسات بعدی که وارد ادیتیبل پالی و ادیتیبل اسپلاین میشیم، واقعا نیازی به این احجام ما نداریم. ما انقدر میتونیم با ادیتیبل پالی کار بکنیم و حتی ما میتونیم ادیت پالی رو در واقع با مودیفایرهای خودمون همراه بکنیم و یه سری اشکال بسیار بسیار جذاب رو خلق بکنیم. همینجوری که شما میبینید کسایی که دارن آبجکت طراحی میکنن از مودیفایرها استفاده میکنن، از ادیتیبل پالی استفاده میکنن. کسی از این احجام خیلی استفاده نمیکنه مگر اینکه ترکیبشون با هم رو بدونی که چه اتفاقی قرار برای تو رقم بزنه. خب گزینه بعدی گزینه هوس هست. اینم حالت یک در واقع فنری شکلی هست. حالا میتونیم از پای ستون به عنوان اون استفاده بکنیم. حالا یه شکل مختلف که خیلی به نظر من کاربرد نداره، اما ما موظفیم که توی آموزش خودمون اینها رو به شما ارائه بدیم. اون تعداد سگمنتاش رو میتونیم تغییر بدیم. حالا شروعش از پایین باشه یا از بالا اینجا میتونیم و اینجا هم نقطه پایانیش هست، در واقع استارت و اندش هست و اینجا هم در واقع حالا تعداد اون
منحنی هایی که بین اونها قرار گرفتن حالت فنری بهش داده رو میتونیم اینجا تغییر بدیم و اینجا حالا میتونیم کم و زیادش بکنیم یا از اون بیرون بزنه یا داخل اون قرار بگیره. گزینه بعدی هم گزینه پریزم هست. چه کار میکنه؟ الان با هم میبینیم. یک مثلثی رو ترسیم میکنه. بذارید ما اینجا بیایم. یک مثلثی رو ترسیم میکنه حالا با اضلاع دلخواه و بعد میتونید ببینید بچه‌ها میتونیم اینجا مثلا حتی از یا کم و زیادش بکنیم و بعد بیایم بهش ارتفاع بدیم. یه همچین شکلی رو به ما میده که اینجا پارامتراش میتونیم بازم قابل ویرایش هست، هر جوری که بخوایم میتونیم اون رو تنظیم بکنیم و حالا تعداد سگمنت های هر سایت هم اینجا برای ما گذاشته شده دیگه، میتونیم اونها رو تغییر بدیم. خب اینم از اکستند پارامترهای ما و ما دیگه اینجا گزینه‌ای نداریم برای اینکه به شما بگیم و وارد در واقع شیپ های خودمون میشیم. اینها خیلی اهمیت دارن. ما بیشترین کاربرد رو توی مدل سازی با لاین های خودمون داریم. ما با لاین میتونیم خیلی چیزهای مختلف رو بسازیم. ببینید بچه‌ها من موقعی که لاین رو میخوام ترسیم بکنم یه نقطه ابتدایی در واقع یک ورتکس برای اون ترسیم میکنم. با استفاده از گزینه شیفت میتونم اینو در یک محوری قفلش بکنم. خب حالا کلیک بعدی رو انجام میدم بازم اینجا قفله. حالا اگر بخوام قفل نباشه کلید شیفت رو رها میکنم. ببینید میتونی با استفاده از کلید شیفت اون رو در واقع توی یک محور قفلش بکنیم. حالا بازم میام اینجا اینم ترسیم میکنم و کلید اسکیپ رو میزنم که از حالت انتخاب خارج بشه. خب حالا من میام اینجا با استفاده از سویپ پروفایل یک پروفایل رو به این نسبت میدم. میام اول اینجا Convert to Editable Spline این رو میزنم و میام اینجا یه دونه از این مقاطع رو بهش نسبت میدم. ببینید بچه‌ها برای ابزارهای گچبری بسیار مناسبه. ببینید هر کدوم از اینها رو میتونیم انتخاب بکنیم و پارامترهاش هم قابلیت تغییر داره. حتی اینجا ما مثلا میتونیم حالتهای مختلف رو براش در نظر بگیریم. اینجا هم میتونیم حالت داخل باشه، خارج باشه، چجوری این رسم بشه، چون با توجه به اینکه مثلا دیوار ما کجاست دقیقاً میتونیم اینها رو انتخاب بکنیم و حالا الاین بکنیم به اون پیوتی که داره. حالا اینجا هم میتونیم میرور رو بزنیم که مثلا برای ما ببینید میچرخه مثلا به چپ یا راست یا مثلا بالا و پایین. اینها هم میتونیم استفاده بکنیم و میتونیم از آفست هم استفاده بکنیم که برای ما دقیقاً جای مورد نظر خودمون رو انتخاب بکنه. خب این یکی از گزینه‌هاییه که واقعاً کاربرد داره برای ما. ادیتیبل اسپلاین، ترسیم اسپلاین واقعاً به درد ما میخوره بچه توی مدل سازی های مخصوصاً حالا کلاسیک بسیار بسیار کاربرد داره. خب رکتنگل هست که میتونیم اینجا بیایم به راحتی با 2 تا کلیک اون رو ایجاد بکنیم. خب من میام مجدداً ادیتیبل اسپلاین رو انتخاب میکنم، ورتکس های اون رو میگیرم، انتخابشون میکنم و میام اینجا یک فیلت بهش نسبت میدم. ببینید به همین راحتی برای ما یک حالت قوس توی پنجره ایجاد میشه. میتونیم این رو ترسیم بکنیم. حالا اگر مثلا مودیفایر ها هم شروع کردیم به کار کردن قطعا بهتون میگم که مثلا با یه مودیفایر اکسترود میتونیم این رو داخلش رو پر بکنیم یا خالی بکنیم یا یک فضایی رو براش ایجاد بکنیم. خب گزینه بعدی گزینه سیرکل هست که ما میایم یک کلیک میکنیم، نگه میداریم و یک شعاع رو براش در نظر میگیریم. 4 تا ورتکس به ما میده. ببینید این رادیوسش هم قابل ویرایشه. خب گزینه بعدی گزینه الیپس هست. چه کار میکنه؟ یک بیزی رو برای ما ترسیم میکنه. میتونیم باهاش بیزی رو ترسیم بکنیم. ببینید من وارد نمای تاپ میشم که کامل ببینید چجوری ترسیم شده. خب بچه گزینه بعدی گزینه آرک هست که خیلی کاربرد داره. ما کلیک میکنیم، نگه میداریم و نقطه بعدی رها میکنیم. خب بعدش با استفاده از تکون دادن موس میتونیم در واقع آرک خودمون رو ترسیم بکنیم. خب این آرک یه بخشی از دایره است دیگه. ببین الان اینجا مثلا نوشته 233 درجه تو 127 درجه. خب من اگر بیام اینجا یکیشون رو 0 بکنم و دیگری رو 360 یک دایره کامل رو به من نشون میده. گزینه بعدی گزینه دونات هست.
همونجور که از اسمش مشخصه یک سیرکل ترسیم میکنیم و یک سیرکل آفست میکنیم و این حالت دونات رو برای ما ایجاد میکنه. حالت بعدی حالت در واقع انگان هست. چه کار میکنه؟ انگان چند ضلعیه بچه. ما پلیگان رو داریم که بهش میگن چند ضلعی. حالا انگان یعنی مثلا تعداد نداره دیگه، ان در واقع ضلعی تا بی نهایت. حالا اینجا سایداشو برای ما 100 تا در نظر گرفته، ولی این چیزی که اینجا نوشته در واقع به همون شکل برای ما مشخص میشه. گزینه بعدی استار هست. میتونیم ستاره ترسیم بکنیم. حالا قابلیت های مختلف رو داره که میتونیم اون رو ویرایش بکنیم. گزینه بعدی گزینه تکست هست که میاد یک تکست دو بعدی رو برای ما مینویسه که میتونیم این رو سه بعدیش بکنیم که اینجا هم پارامترهاش رو هست و اینجا تکست خودمون رو میتونیم وارد بکنیم. گزینه بعدی گزینه هلیکس هست. یک دایره برای ما ترسیم میکنه و حالا میتونیم اینجا به شکل مثلا یک مارپیچ اون رو ایجاد بکنیم. من اگر بیام تو نمای پرسپکتیو ببینید بچه‌ها یک حالت فنری شکل هست که اگر اون رو مثلا ادامه بدیم قطعاً حالا فرمش تغییر خواهد کرد. خب این گزینه های در واقع شیپ های ما هستن یا دو بعدی که اینجا هم ما یه سری در واقع گزینه های اضافی شیپ رو داریم که اینها هم بعداً براتون کامل توضیح خواهم داد.